سلام، من میکائیلم از واحد موفقیت مشتریان دیدار. امروز هم به شرکت دیگری سر زدیم تا دیداری جذاب باهاشون داشته باشیم. شرکت استاف. ازتون دعوت میکنم این گفتگوی دیدنی و شنیدنی رو ببینید و امیدوارم که ازش لذت ببرید. علی صالحی هستم، مدیر عامل شرکت استاف. سال 1398 بود که من فکر میکنم که ایده در واقع یک پلتفرمی در قالب بی تو بی شکل گرفت. فرایند تامین برای سازمان ها و شرکت ها رنجاور و عذاب‌آور است. چرا؟ چون اینها بیشتر دوست دارن تو بخش فروش خودشون تمرکز بکنن، سهم بازارشون از اون طریق افزایش بدن. بنابراین این زمانی که قرار این طرف از اینا گرفته بشه یه مقدار ممکنه که و انرژی البته ممکنه که براشون دردآور و رنج‌آور تلقی بشه. 3 تا کار اصلی رو در واقع ما اینجا تعریف می‌کنیم باید بتونه ابزار ما انجام بده. این که کار رو ارزان‌تر بکنه برای مشتری بی تو بی، بتونن سریع‌تر فعالیت‌های خودشون جلو ببرن و آسان‌تر باشه استفاده از این ابزار نسبت به فرآیندها یا ابزارهای سنتیشون. یکم بزرگتر شد داستان توی ذهن ما، این که چطور میتونیم که اینو برای دیگران انجام بدیم. یعنی این بیزینسی که ما داشتیم بازرگانی انجام میدادیم، افراد زیادی این وسط درگیر بودن، چیکار بکنیم که همین افراد همچنان خب قائل نشن به یک شرکتی که خودش همه این کارا رو داره انجام میده. ویژن ما اینه که تبدیل بشیم به هاب کسب و کار ایران. استاف یعنی هر کاری و هر کالایی. استاف 2 بخش داره، 2 بخشی که هسته اصلی معاملاتی استاف شناخته میشن: استاف مارکت و استاف سرویس. استاف سرویس فرآیندهای پروژه و در واقع کارفرمایی و پیمانکاری توش انجام میشه. استاف مارکت بخش خرید و فروش هستش. استاف پی ابزار دیگه ای هستش که برمیگرده به مراودات مالی بین سازمان ها. خب به هر حال بوروکراسی مالی و اداری تو سازمان ها رایج هست، هر سازمانی فرهنگ سازمانی خودش رو داره. تلاش کرده که ابزاری رو ارائه بده به سازمان ها که اینها بتونن با استفاده از اون ابزار خریدهای یا اون پروژه کارفرما پیمانکاری خودشون رو انجام بدن. مأموریت ما چیه این وسط؟ یعنی اینها خب ابزارهایی بود که ما در اختیار دیگران گذاشتیم. ما اینجا نظارت و ارزیابی تامین کنندگان، نظارت بر معاملاتی که باید انجام بشه، نظارت بر فرایند لوجستیک، بروزرسانی اطلاعات و محتواها و نظارت بر در واقع بروزرسانی درست این اطلاعات، اطمینان از اینکه این معامله امنی هست و این معامله توش قرار نیستش که اصطلاحاً غش در معامله اتفاق بیفته و موارد دیگه. اینها جزو مأموریت‌های در واقع استاف هستش که داره اینا رو جلو میبره. دغدغه خیلی خاصی که ما نداشتیم توی این مدت، ولی کار نوعی بود و خب قاعدتاً اینکه بتونیم فرهنگ استفاده از پلتفرم رو برای سازمان‌ها شکل بدیم جزو مواردی بود که همیشه چالش اصلی ما بود. این نکته که سازمان‌ها هر کدوم یک فرهنگ خاص خودشونو دارن و بتونیم فضایی مهیا بکنیم که فرهنگ خاص اونها با فرهنگ سازمانی خود ما هم در واقع بتونه جوین بشه و مچ بشه، این هم یکی از چالش‌هایی بود که ما داشتیم. و نهایتاً میتونم اینو به شما بگم که اصلا رویکرد خود بیزینس استاف تغییر کرد و یه جمله‌ای داشت همیشه میگفت ما در روابطمون و در رویکردهامون نگاهمون نگاه وین وین نیست، ما نگاهمون نگاه آل وینه، یعنی باید همه ببرند. رفتیم سراغ CRM، یعنی خب خود پلتفرم یک CRMی داره و کار داره میکنه، اون CRMش سر جاشه، اما یک در واقع جا خالی وجود داشت در این که ما چیکار میتونیم بکنیم حالا بیایم اینا رو کیر بکنیم. چون مهمترین ارزشی که خیلی ملموس ما داریم به اون مشتری سازمانی ارائه میدیم و اون شخصی که دقیقاً تو اونجا با ما در ارتباطه اینه که احساس بکنه داره از سمت ما مراقبت میشه. یکی از مزایای در واقع سرویس هایی که CRM دیدار میداد این بود که روی کلاود بود و خب از هر جایی میشد به این اتصال پیدا کرد. موظف محور رفتم جلوی این، گفتم باید از این استفاده بکنید وگرنه سیستم مدیریت عملکرد کارکنان که بخشش در این قسمت هست رو نمیتونم سمت شما ارزیابی بکنم. نهایتاً ما نمیتونیم که ارزیابی عملکرد داشته باشیم. یعنی یکی از عواملی که باعث شد که موظف بکنن بچه‌ها رو که استفاده بکنن از
CRM دیدار به خاطر در واقع نگاه ماکرویی که می‌خواستیم داشته باشیم به سیستم. ولی تا اونجایی که شده داریم در واقع تاکید می‌کنیم هم به مدیران و هم به در واقع پرسنل که ابتدا برنامه‌ریزی بکنید، هم اول صبح هم آخر وقت، و سعی بکنید دونه به دونه مسیری که قرار فردا صبح برید جلوت رو در واقع رصد بکنید و خودتون هم آنالیز بکنید. من فکر می‌کنم دیدار کمک کننده خیلی خوبی در مدیریت ارتباط با مشتریان هستش به معنای کلمه. یعنی کمک میکنه که ما توی یک باتلنکایی که فکر نمی‌کنیم تشخیص بدیم با استفاده از گزارشاتش که کجاها مشتریان رو از دست دادیم. این ابزار خیلی به کمک ما اومد. حس در واقع یوزر فرندلیش هم خیلی به ما حس مثبتی میداد برای اینکه بتونیم راحت‌تر کار بکنیم. این جزو نکات خیلی مهمیه که چون دیدار هم به هر حال بی تو بی داره کار میکنه، جزو نکات مهمی بود که ما داشتیم فکر می‌کردیم چطور میتونیم که یک سازمان رو با یک سازمان از لحاظ روابط نزدیک بکنیم و این حس نزدیکی رو بهش بدیم. من فکر می‌کنم دیدار این کار رو تونسته بکنه.